مصطفی بسیار مخلصا می‌نویسند که برای چی مصطفی بیرون از وطن ناحیه مسچا رو معرفی نمی‌کنه. راستی گپ یک خیلی سوال خوب و با مورد. ما بیرون از وطن همه وقت تاجیکستان و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه رو معرفی میکنیم، برای که در دولت‌های بیگانه یگان کس نام یک قشلاق نام یک ناحیه رو نمیدونن. همین لحاظ ما تنها معرفگری تاجیکستان باشیم. فرقش در چیست من نمیدونم، اکثرت انسان ها نمیفهمند این چیز رو. ما همه فرزند این ملت هستیم، فرزند این وطن هستیم. ما معرفگر تنها تاجیکستان باشیم. کسانی که این چیز رو نمیفهمند محلگرایی میکنند، من به آنها هیچ وقت اهمیت نمیدم. بله خیلی جوابی درست، خیلی جوابی